سلام هموطنان عزیزم، خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشین. یک روز زیبا و عالی را آغاز کرده باشه. خوش آمدید به برنامه جدید ما. امروز خواستم عزیزای دل که یک برنامه داشته باشیم. دیگه دوستان پیشتر از لیسی مریم اومدیم، میبینید که من چه نور مخفی ما چراغ نور مخفی خریده، این گلا رو خریده که میخوایم جور کنم تزیین کنه بر رمضان آمادگی بخیر بگیریم. دیگه تا آخر برنامه همراهی میکنین، لایک و سابسکرایب فالو حتما برنامه ما رو بکنین عزیزای دل. دیگه ما میاره قیچی کنم برش، ما چی جور میکنه لیما نمیفهمم، خودش میفهمم خودش. من فقط انا قدر کردم که چراغ مراغ برش خریدم آوردم. خودش عمر البته رفته بود، من رفتم، سلطان رفت، خودش رفت دیگه اینیا رو جور کنیم. جان مرک بخورم چی بلاسینی بخی جندک بقران. دیگه عزیزای دل چی حال داره؟ خدا کنه که خوب خوش باشه. رمضان براتون تبریکی، باز هم تبریک میگم. خدا کنه که یک ماه پر برکت باشه، یک ماه است البته که پر برکت است، ماه مهمانی خداست. تبریک براتون میگم. خدا کنه که جان و جور و دراز طولانی نصیبتون خدا کنه، بدون رنج غم و زندگی. سلام دوستان عزیز، امید که جوی سلام باشین، لباس عافیت در تن داشته باشین و از گزند روزگار در امان باشین. دوستا ما در هر سال ما خانه ما دیزاین میکنیم این رمضان که میآید. البته ما مامیجانا امسال یک چیز نو خواستیم که اختراع کنیم که اختراع نه، تجربه کنیم. دیگه اینم چه تجربه کردی؟ دوستا لیسی مریم رفت سرم چادر خرید پیش از اینکه اید به گوشواره سرم خرید، یعنی از کل کدر خرید لیما زیاد. دختر هستی پیر زدی، دختر هستی. رضوان جان بچه بیادر تا چای بده پیسو بیا. یک ذره جش چاپ کنم مامی. کجایش؟ اینش کمکش. نه سعیز بچه‌ام که باز تکیه میکنه در دیوال دیگه. نه تکیه نمیکنه. تو بده رضوان جان بده پیش دکاندار برو کاکا تا کارتان آوردی، مادرم میگه هر بده. حالا بچه‌م بده. بگو پدرم میگه کارتان آوردی کاکا، مادر نگو پدر بگو. بگو پدرم میگه کارتان آوردی کاکا. قایم است نامش؟ بگو من پیسه شمیتا. خیره بگو پدرم اومد پسان پیسه شمیتا، میگم کارتان آوردی بیشتر به پس خانه ما براتون میارم. یا زیاد داره نمیتن دکان داره، چطور نداره؟ در خانه خدا بچه میبرن دیگه چیزا رو داره مفروشن با خونه نمیتن مفماره. ما پیسه شمیتی داشت. خدا اینجا خود گفت آن پیشتر دیدی که من گفتم برام بطه میخرم، گفت نیست باش از خونه براتون میارم. دستم قیچی زدم. امشب دوستان اگر بخیر سحری باید بخیزیم. اگرچه تا فعلا اعلان نشده، اعلامیه پخش شد که رمضان است بخیر، چه روز اول چهارشنبه دیگه. بازم ساعت 6 بجه 7 بجه شام معلوم میشه. خب پیشا پیش تبریکی میگیم همه دوستای ما را، باش که سحری بخیر بخیزیم، چی تیار کنیم، چی آمادگی بگیریم، چی فکر کنیم به سحری. حالا از میان من تشنه هستم. بیخی دیگه مامی چیست؟ لیمه مردار کرده. به خدا از اینجا تا لیسی مریم رفتیم چقدر تشنه هستیم. خیلی کاکا پیرکی را کدام پلار فید کنی با سایکو زدن تخا که میای چک چک زده میشینی به من. ایا ولده سر از این گل سفید نه بگی مامی. نه بگی میزنه مامی. الان نگاه تو خوبش جور کرده کلان سیار گفته چرا تو دان از دیگه دیگه خب بچسبان لیما افتار گرد میگه بیترین گرد جور میگه افتار ستاره جور کنیم. نداری یک دانه کارتان کلان؟ کلش نمک است. از این که کلان دیگه نداری؟ شما ماتا از 15 کده جوری هست، نمی نمیشه داره. بگی یک ماتیش نکرد، یک بازار شما مانده. ولی افتار جور کنین گرد. این چه قبود که آورده بود؟ یه نقه بود. از این کدام کلان داری مگه؟ های خیلی سوزک به ما کی چوچه را آورده.
گفتم ما قدارم نه از این زن کاکای مزی که زن ماما بچیم ده زو پدر زن کاکا زن ماما مزی که چی که کلام بس که دادستم چست بیش بیا آقای آبی الان دیگه من کلی رنگ روش میپاشم. صحیح شد این باید تو رو میامد نه میدونید همالا این دفعه آبی هم حاضر شده تو جشن هولیمون شرکت کنید. صحیح شد اما یه چشم کسی بهش رنگ نداره. من برای دل شکستن یه لحظه هم معطل نمی‌کنم. این که یه شرط معمولی. 2 دقیقه بهم فرصت بده و ببین چطور با رضایت ازم میخواد صورتشو رنگی کنم. این سریالا این دیخ مرم میخورم. تو که میدونی که از بچگی این شرطا رو برنده میشدم. اونجا رو ببین. آبی اون رو برو. لیما جان خلاص که جان مادر که برق میرن حالا بگنه چرا ساتی کرد از شتی نه زندگیم نه سلطانی نکن نه غیر شیشه بچی هم خوبه بینی بوتایی که میسوزه چی خراب میشه من که نیمی شما من میسه که با میشنم بچی هم بده که ما خلاص کنیم باز بگی از من خلاص کردی بی من نمانده عمرو میموندی که تامقه میشد خلاص کرده بودیم لیمه ما اینه اینا آتشش میآید فکر با او بخی جان شی نه دست کاشتیب نمیشه دیوانا بگی دیگه بیا دست کاشتیب نمیشه آن دو بالا ماندم دون بالا انداختم من امروز 40 پر ولیمه گوشواره گرفتم گم شده از اسکالم افتاد قجیگرم خون شد که توبه مرد بچگک بوده گفتم میخو سیاه میشه باز گو برو خاله خیلی سیاه میشه برو طلایش بخیر گفتم ما دیوانه اگه من طلا پیسه طلایش میدم چرا پیش الهی می پشت الهی می آمدم الهیش می خریدم ساده شه حتما همو بد اومد و که چی بلا یک قصیب شرش شبچیم زیاد میگیری کم کم بگی شرش ما خلاص برو بخیر خلاصش کردی نه یک دانه گل و کلان و لیمه بخی از اوجا بیار از اون یک شنگک سعق زیاد شرش سیب میزنه زن کاکا صبحکی که سه مریم رفته بودی رزوانا گفتم موتره که بته نداد رفت اشاب دخوار کموت افتاد رزوان افتاد؟ نه موتره یعنی گشنگی کرد به من نداد دخوار کموت اینا ولی سیب تو بخد اون اوجا دبین از اونم گلا یک دانه اضافه یک دانه کلانه بگی بیار که دو وسطش بانه هستی امو پایینی شبکن ایمی در نوکش کسم پایین بکر بخی دسته گل بخی لیمه مورا برو بیبی بچه اینی که کار دی نزنم لیمه بخی دپه نمیشه الو پای مخواه برده بقرآن از امیا میگیزم بگاه نه بچه مورا پزده جاجبان از بین خود ماتوی یک دانه بیار بلای خو خیر وی یک دانه دیگه نیست نادیا که لیمه نادیا میگم گیری اینجا بند کنیم لیمه چه نیست یک دانه دیگه از اینیا نداریم بخی کم خراب نکنه دیوانه بخی چی کنه؟ طرف لیمه چقدر شامه ترفتی یک دانه از اینی از اموجا بکن برم بیار از امو شخ پلوگکا صحیح شد؟ نه وی مش کسیب رنگمی بود رنگمی بود که خوب میگفت این نزن برو خیلی نزنم؟ نه نیگه کار دی خوش میگه خب برو بگی بیا بزنه نخیر یا ایگه کارم ده اینجا دی که مادانوک از ایدی نوک شهر طرف میگه خیلی بگی که نیرن تو بزنم دی چطور؟ یا نه بد میگه نمیجا که خوش میگه همینجا؟ دی
ایجا یا اوجا کجا دیگه بگو که باز اینجا رکا خب بگی بیا مرا اینجا بزن والله در خوب شد اگه نه هم خوب میگه سیب برو میرا میزنیم بگی سیب اینو بدی به من الله با ما کار ما اول خلاص کنی که در بغل ما بچه هست نه بیاق گوشکو بابا لیما دیگه بیخی دیگه دیوانه است ما چه موچی میکنه اونجا شیشتن آق کل چیز اصراف کرده میره سارتی یه جور میکنم کلا بسیب که بخیر خیز زد سعی خود بانه ما چی میکنم فانوس جور میکنم ای خدا ما چه مفانوس از این چی هست خدا ای فانوس از دید بگیره ما الله نخونایم در گرفت دکتم که چی دوستایم در گرفت در صحیح شد کل شرشون دختر گرفت ما کلشونو مصرف کرد نه خب برناک ما بگی چی جور بگی میکنم ما بگی اما شما خوشحال این حال مرا میرم بزنیم مسیب خیره بیا اینا دوستا کارهای ما تمام شد یا خوب یا خراب مقصد اگر رقم کردیم آماده ساخته میشه بخیر تیاری بر رمضان گرفتیم بخیر یک رمضان خوب و خوش داشته باشین انشالله تعالی عزیزای دلم امشب دیگه بخیر سحری میخیزیم خدا کنه که یک رمضان خوب داشته باشین در پیش روی عزیزای دل ما هم دیگه یک چیز ناچیز جور کردیم به این گوشه خانه خود دیگه استقبال از رمضان کردیم انشالله تعالی رمضان بخیر باشه خوش آمد مهمانی خداست مهمان خداست میمار بخیر به خوبی دیگه خدا از خداوند متعال میخوایم که خداوند دعای همه ما و شما مسلمانان در دربار خود مستجاب کنه انشالله دیگه عزیزای دل مهمان خدا هم هستیم ولی خدا گوشننگاهی ما میکنه خب وقتی که افطار میکنیم باز مهمان خداست سفره کوار میشه یعنی خداوند مهمان ما کرده دوستا به پایان برنامه رسیدیم خدا کنه که از برنامه کای ما خوشتون آمده باشه دوستای نازنینم شب روز خوب و خوش داشته باشیم ما مینان شب بخوریم دیگه تیاری بر سحری بخیر بگیرم چون لیما جان رضوان جان همشان میگه بخیر در سه دوشان میگن باید ما سحری بخیزیم دیگه برام یگان چیز آماده بسازیم عزیزای دلم شما را بالله یک تا و بی‌نیاز میسپارم شب روز خوب خود خوش داشته باشید و یک رمضان خوب داشته باشید یک سحری و افطاری خوب داشته باشید الله نگهدار نگهبانتان تا دیدار بعدی تا برنامه بعدی انشالله پس برمیگردیم با یک برنامه جدید دیگه باز هم دوستای نازنینم از عده دوستای ما تشکری میکنم گوش نشدیم زیاد گپای میشته باشیم هنوز زن آمده که از او عده دوستای ما زیاد تشکر میکنم که نو با ما پیوستن برنامه های ما رو نو ببینن از طریق کامنت های خدا به ما انرژی میبخشن عزیزای دل بازم خداوند کمکتان کنه انشالله تعالی و در حزب پناه الله یکتا باشین خداحافظتان دوست دارین دوستای نازنین